دونالد ترامپ سرخوش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر گذشته در یک رویداد ورزش UFC ظاهر شد، در حالی که در کنار او دانا وایت مدیرعامل UFC بود و ایلان ماسک که تازه حدود 270 میلیون دلار برای انتخاب شدن ترامپ هزینه کرده بود. تو این پارتی پرهیجان در کنار این آقایان یک شخص دیگه هم بود که کم و بیش شاید از بانفوذترین و متمولترین مردان زنده عصر حاضر به شمار بیاد. یاسر الرامایان رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی، صندوق ثروت ملی تحت مدیریت دولت عربستان که حدود 930 میلیارد دلار سرمایه در اختیار داره. حالا ایشون اونجا چیکار میکرده؟ پاسخ اینه که خب احتمالاً در جای میزبان نشسته، چون میتونیم ادعا بکنیم که الرامایان به نوعی مالکیت همه افراد و همه چیزهای اطرافش رو در اون شب در اختیار داشت. از UFC که در حال برنامه‌ریزی برای رویدادهای پرزرق و برق در عربستان سعودی هم هست گرفته تا خود جناب ایلان ماسک که شرکتاش سالها از سرمایه‌گذاری‌های سعودی‌ها بهره‌مند شده بودند و البته خود ترامپ متحد ثابت قدم عربستان که منافع سیاسی، اقتصادی و خانوادگیش به طور فزاینده‌ای جاذب کمک‌های سخاوتمندانه سعودی‌ها شده و از این تعامل لذت می‌برد. کاملا مشخصه که عربستان سعودی مدت‌هاست در ترامپ و دنیای پیرامون او سرمایه‌گذاری کرده. Lobbyists representing the Saudi government paid for an estimated 500 rooms at President Trump's DC hotel. The Live Golf Invitational. The Saudi-backed golf tour. At the Trump National Doral. Have a good time. They buy apartments from me. They spend 40 million, 50 million. Trump Tower, Jeddah. Am I supposed to dislike them? I like them very much. دولت‌های خارجی میدونن که با یک رئیس جمهور معامله‌گر طرف هستن. و حالا در حالی که دولت دوم ترامپ شروع شده، سوال اینجاست: تو این رابطه عربستان سعودی الان دیگه دقیقاً دنبال چه چیز بیشتری میگرده؟ How would you describe the relationship between the United States and Saudi Arabia? I think it's fine, but with me it will be GREAT, great. The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. چیزی که ما در مورد عربستان سعودی می‌بینیم بی سابقه است، به خاطر حجم عظیم پولی که در همه جا سرمایه‌گذاری می‌کنن. اونها تو همه چیز سرمایه‌گذاری می‌کنن. حضور الرامایان در مسابقه UFC فقط در مورد جشن پیروزی ترامپ تو انتخابات نبود. ورزش به جزء کلیدی استراتژی سرمایه‌گذاری و نفوذ عربستان سعودی تبدیل شده. یه مؤسسه تحقیقاتی در سال 2024 بیش از 910 قرارداد اسپانسری از سوی نهادهای سعودی در سراسر جهان رو شناسایی و معرفی کرده. از مالکیت باشگاه نیوکاسل یونایتد در لیگ برتر انگلیس بگیرید تا ایجاد تورنمنت لیو گالف رقیب تور PGA، از اسپانسری اتحادیه تنیس زنان WTA تا پشتیبانی از تیم فرمول 1 استون مارتین. همچنین سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی مثل مبارزات رزمی ترکیبی موسوم به MMA و ورزش‌های الکترونیکی اسپورت، سوارکاری، کشتی، دوچرخه سواری، بیلیارد و حتی ورود احتمالی به دنیای بوکس. به نظرم شاید لیست کردن ورزش‌هایی که عربستان تو اونا سرمایه‌گذاری نکرده راحت‌تر باشه. راستشو بخواید در حال حاضرم هیچ موردی به ذهنم نمیرسه. سعودی‌ها به این کاری که انجام میدن میگن سرمایه گذاری، اما خیلی ها نام سیاست شستشوی ورزشی یا اسپورتس واشینگ رو روش گذاشتن. شستشوی ورزشی استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای تطهیر وجهه، یعنی وقتی کشورها از ورزش و رویدادهای بزرگ ورزشی برای منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر مثلا استفاده میکنن. وقتی عربستان سعودی در ورزش سرمایه گذاری میکنه، در واقع به دنبال نفوذ ژئوپلیتیکه. اونها میخوان تصویر جهانی خودشون رو بازسازی کنن. شاید بازده مالی بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها هم حتی نداشته باشن، اما فکر نمی‌کنم که اصلا هدفشون از ورود به ورزش پول باشه. اونها به دنبال نفوذن و صادقانه بگم، با اینکه دوست ندارم اینو بگم، اما کارشون رو خیلی عالی دارن انجام میدن. و این البته تنها محدود به سرمایه‌گذاری‌های ورزشی سعودی‌ها هم نیست. نظر شما درباره گسترش بی‌پروای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری عربستان در سیلیکون ولی چیه؟ در سال 2016 ولیعهد وقت عربستان محمد بن سلمان یا به طور مخفف MBS سفری پر سر و صدا به سیلیکون ولی امریکا انجام داد و یک کمی بعدتر تا سال 2018 عربستان سعودی تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در استارتاپ‌های امریکایی شده بود. اما این پول‌ها دقیقاً کجا رفتند و چه کردند؟ یه موردش رو مثال میزنم. توییتر. وقتی توییتر یک شرکت عمومی بود، هلدینگ پادشاهی عربستان موسوم به کینگدام هولدینگ کمپانی بزرگترین سهامدار خارجی اون بود. اونها سهم بیشتری از توییتر نسبت به حتی جک دورسی، بنیانگذار و مدیرعامل با سابقه اون داشتن. اما این فقط یه سرمایه‌گذاری مالی نبود. توییتر مدت هاست که به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای حکومت عربستان و برنامه‌های اقتصادی بن سلمان مورد استفاده قرار گرفته. اونها بحث‌های مربوط به عربستان رو با موجی از پست‌های تبلیغاتی و حساب‌های کاربری طرفدار رژیم پر می‌کنن. علاوه بر این از توییتر برای شناسایی و آزار مخالفان خودشون هم استفاده می‌کنن. خیلی از این مخالفین به این وسیله شناسایی شدن، بازداشت شدن و حتی مورد شکنجه قرار گرفتن. در سال 2014 مدیران توییتر متوجه شدند که یکی از مشاوران کلیدی بن سلمان یه حلقه جاسوسی در دفتر مرکزی توییتر در سان فرانسیسکو ایجاد کرده. اما توییتر هرگز مسئولیت خودش رو در قبال این شبکه جاسوسی سعودی به طور علنی به عهده نگرفت. جک دورسی 6 ماه بعد از اینکه FBI به او اطلاع داد که شرکتش یه مشکل جاسوسی داره، یه دیدار دوستانه با محمد بن سلمان برگزار کرد. عربستان سعودی از سرمایه‌گذاریش در توییتر به عنوان یک سلاح استفاده کرده. از اون برای جاسوسی، هدفگیری و آزار منتقدان بهره برداری کردند و تمام این کارها رو بدون هیچ گونه پیگردی انجام دادن و سرمایه‌گذاریشون هم تا به امروز ادامه داره. برگردیم به اون مسابقه UFC و یکی دیگه از مهمانان، ایلان ماسک. وقتی توییتر تحت مالکیت ماسک به یک شرکت خصوصی تبدیل شد، هلدینگ پادشاهی عربستان سهام خودش رو به ساختار جدید این شرکت خصوصی منتقل کرد و بعد از ماسک شد دومین سرمایه‌گذار بزرگ توییتر. اما خب توییتر تنها غول فناوری نبود که از حمایت مالی سعودی‌ها بهره مند شد. تو آوریل 2023 شرکت سانابیل اینوستمنتس بازوی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان حرکت غیرمنتظره‌ای انجام داد. این شرکت فهرستی از ده‌ها شرکت آمریکایی رو که با اونها شراکت کرده بودند رو منتشر کرد و نشون داد که پول عربستان سعودی در چه حوزه‌هایی گسترده شده: فناوری، هوش مصنوعی، نظارت، رسانه. اما کمپین خریدن نفوذ برای عربستان همچنان ادامه داره و به سیلیکون ولی هم ختم نمیشه. I would like to bring up the CEO of Affinity Partners and former senior advisor to the White House, Jared Kushner. این جرد کوشنره، همسر ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، که در دولت اولش به عنوان مشاور ارشد خدمت میکرد و همه جا حضور داشت. طبق تمامی گزارش‌ها نفوذ بسیار زیادی هم بر پدرزنش داره، اما او بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خاطر یه موضوع شناخته میشه. به نظر میرسید که از همون ابتدا جرد کوشنر مأمور ایجاد و تقویت رابطه با سعودی‌ها بود و به نظر میرسه که در پایان دولت قبل ترامپ پاداش این روابط یک سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در این صندوق سرمایه‌گذاری به اصطلاح مستقل بود. تنها چند ماه بعد از خروج از کاخ سفید در سال 2021 گروه سرمایه‌گذاری تازه تأسیس جرد کوشنر با نام افینیتی پارتنرز موفق شد از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان یا PIF تعهدی به ارزش 2 میلیارد دلار دریافت کنه که این خبر باعث تعجب و واکنش‌های گسترده شد. This is just putting a price tag on American foreign policy. Some next level sleaze and grift going on right in front of our eyes. I've been in this business 40 years. This is extraordinary, unprecedented. I've never seen anything like it. چیزی که این معامله رو تا این حد شوکه کننده میکنه اینه که کوشنر هیچ تجربه‌ای در این حوزه نداشت. کمیته‌ای که مسئول بررسی سرمایه‌گذاری‌های PIF بود، نگرانی‌های جدی رو در مورد بی‌تجربگی کوشنر مطرح کرد، اما این کمیته توسط محمد بن سلمان رهبر عملی عربستان سعودی کنار گذاشته شد. این موضوع حتی واکنش‌های بیشتری رو هم برانگیخت. Isn't that a nice story of friendship?
Things you do for your bros. بن سلمان در دولت اول ترامپ متحد نزدیک کوشنر بود و در مذاکرات دیپلماتیک مختلف تو خاورمیانه همکاری‌های تنگاتنگی با او داشت. این همکاری اینقدر نزدیک بود که گفته میشد بن سلمان به دیگران گفته که کوشنر رو در جیب خودش داره. به نظر میرسه این معامله نوعی پاداش برای اتصال کوشنر به دولت عربستان، به ویژه محمد بن سلمان در دولت اول ترامپ بوده. یه تحقیق سنا نشون داد که صندوق سرمایه‌گذاری کوشنر از محل کارمزدهای مدیریت 157 میلیون دلار درآمد کسب کرده، در حالی که هیچ بازدهی برای سرمایه‌گذارانش ایجاد نکرده. البته جرد کوشنر هیچ مشکلی در معامله 2 میلیارد دلاری خودش نمیبینه. For my critics, what I say is point to a single decision we made that wasn't in the interest of America. Okay, I'll point to one. How about letting an ally kill a Washington Post columnist, Jared? چیزی که در مورد ترور جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عرب، واقعا نگران کننده بود این بود که همه شواهد نشون میداد که این قتل توسط سعودی‌ها انجام شده. در واقع کوشنر و رئیس جمهور ترامپ با به طور علنی محکوم نکردن بن سلمان به او مسئولیت دادند. این اتفاق به وضوح نشون داد که دولت ترامپ قرار نیست چندان با نقض‌های حقوق بشر توسط سعودی‌ها برخورد کنه. ضمناً این فقط به همین مورد ختم نشد، موارد دیگه‌ای هم وجود داشت و این لیست طولانی هم هست. یکی از اون موارد استفاده از دومین وتوی ریاست جمهوری ترامپ بود. قطعنامه‌ای که قرار بود به دخالت نظامی آمریکا در یمن پایان بده، اما ترامپ اون رو وتو کرد و این به معنای ادامه حمایت آمریکا از جنگ تحت رهبری عربستان تو یمن بود. همینطور خروج ترامپ از توافق هسته‌ای ایران برجام. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Saudi Arabia views Iran. عربستان سعودی ایران رو یکی از بزرگترین دشمنان خودش می‌بینه. می‌دونید اونا به شدت مخالف توافق هسته‌ای بودن که در دوران اوباما مذاکره شده بود و این توافق در دولت ترامپ به هم خورد. قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری که کوشنر بین ایالات متحده و عربستان سعودی مذاکره کرد هم یکی دیگه از این موارد بود. همینطور یک محاصره اقتصادی علیه قطر هم وجود داشت. رئیس جمهور امروز در کنار سعودی‌ها ایستاده. این بحران برای آمریکا بسیار مهم است چون قطر میزبان یک پایگاه نظامی آمریکاست که 8000 نیرو در آن مستقرند. و حالا این نزدیکی بی سابقه بین کوشنر و سعودی‌ها از منظر جدیدی بررسی میشه، به ویژه بعد از سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری که در سال 2021 از سوی عربستان به سوی تنها فردی که همیشه به ترامپ دسترسی داره، یعنی جرد کوشنر، انجام شد. آیا این سرمایه گذاری هم نوعی پاداش برای هدایت سیاست خارجی دولت پیشین ترامپ در قبال عربستان سعودیه و هم نوعی پیش پرداخت برای نفوذی که کوشنر میتونه در آینده بر رئیس جمهور در معاملاتش با عربستان داشته باشه؟ کوشنر گفته که در دولت دوم ترامپ نقش رسمی نخواهد داشت، اما گزارش‌ها حاکی از اونه که او به دنبال ایفای نقش غیر رسمی به عنوان مشاور در امور خاورمیانه است و سرمایه‌گذاری های سعودی ها رو در دنیای ترامپ همچنان پیگیری میکنه. حامی مالی اصلی تورنمنت گلف لیو صندوق ثروت ملی عربستانه و اونها معاملات همکاری های زیادی با زمین های گلف ترامپ انجام دادن و این موضوع کاملا واضحه وقتی پسران ترامپ در دوره انتقال دولت به خارج از کشور میرن تا قراردادهایی رو نهایی کنن، در واقع پیامی رو دارن ارسال میکنن که میگه ترامپ برای تجارت آماده است. اگه میخواین در اولویت باشید بهتره زودتر در صف قرار بگیرید. وقتی محمد بن سلمان به دفتر بیضی شکل کاخ سفید اومد، ترامپ اون پوستر معروف رو بیرون کشید و روی اون انواع و اقسام تسلیحات برای فروش رو نمایش داده بودن. انگار که داشت برای کامیون بستنی فروشی تبلیغ میکرد. این همه بستنی خوراکی‌های خوشمزه هستن، میتونید بخرید. $3 billion, $533 million, $525
million, that's peanuts for you. And that was funny, but آره بایدم بخندید، اما در عین حال فکر میکنم این نمونه کاملا واضحی از نحوه تفکر ترامپ. برای او این رابطه فقط بر این اساسه که خب شما قراره از ما چی بخرید و ما چی قراره از این معامله به دست بیاریم. از سال 1945 روابط میان عربستان و ایالات متحده به این صورت تعریف شده که یک ابرقدرت چشم خود رو تقریباً به روی هر کاری که متحد نفتخیزش انجام داده بسته و در ازای اون آمریکا یک پایگاه نظامی دیگه در منطقه حساس و نفوذی بر بازارهای جهانی انرژی کسب کرده. اما دنیای ترامپ و جاه طلبی‌های از جنس بن سلمان این اتحاد رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. پیوند عجیبی که عربستان رو تبدیل کرده به جایی که اتحاد بین یک هژمون جهانی بی‌رقیب و یک حکومت دینی سرکوبگر حیرت آفریده. مقصود اینه که ریشه این مشکلات به سالها قبل برمیگرده. مشکلات عمیقی در شیوه تدوین سیاست خارجی و سیاست‌گذاری‌های کلی ما وجود داره. وجود این همه مسیر مختلف که به دلیل وجود منافع صاحبان ثروت میتونن از طریق اونها اعمال نفوذ کنن نشون دهنده مشکل بسیار بزرگیه. فکر میکنم نفوذی که رژیم سعودی تونسته بکنه بازتابی از همین مشکل بزرگ باشه. اونها در حال اعمال این نفوذ هستند، به ویژه تو تلاش‌هاشون برای تضمین پیمان دفاعی بین ایالات متحده و عربستان سعودی. دستیابی به توافقی که توش ایالات متحده متعهد بشه که از عربستان سعودی محافظت کنه، نوعی تایید از سوی یک ابرقدرت جهانی محسوب میشه. این توافق به نوعی عادی سازی جایگاه عربستانه، به این معنا که این کشور دیگه یک کشور عادی به نظر باید برسه و باش باید طوری رفتار بشه که با کشورهای عادی رفتار میشه. عربستان سعودی این پیمان دفاعی با ایالات متحده رو در دوره بایدن هم خیلی پیگیری کرد در موردش و گفته میشه به عقد اون هم بسیار نزدیک شدن. فکر میکنم ما شاهد ادامه این رویکرد خواهیم بود، به این معنا که عربستان سعی خواهد کرد آمریکا رو وادار کنه تا هرچه بیشتر به این کشور تعهد و حمایت ارائه بده. اما آیا ایالات متحده چیزی دریافت خواهد کرد در مقابل که ارزش این رو داشته باشه جوانان آمریکایی برای دفاع از این رژیم خودشون رو به خطر بندازن؟ پاسخ به وضوح منفیه. حالا با آغاز دولت دوم ترامپ و وجود چنین روابط مالی گسترده‌ای با عربستان، آمریکا چه امتیازاتی میتونه به اونها بده؟ این میلیاردها دلاری که به لیگ‌های ورزشی، شرکت‌های سرگرمی و شرکت‌های نرم افزاری سرازیر میشه از سوی سعودی‌ها، در واقع چه چیزی رو میخره؟ به نظر میرسه این پولها نفوذ میخره. سکوت و چشم پوشی میخره. Thank you very much. I appreciate it. و البته در نهایت قدرت میخره. Deputy Crown Prince, thank you very much. This was a great day and a great honor. سوالی که حالا اینجا مطرح میشه اینه که در طی 4 سال آینده در دومین دولت ترامپ، سعودی ها با دلارهای نفتی کلانشون چه چیزهای دیگه‌ای رو میتونن بخرن و آیا واقعاً هدف بن سلمان گسترش عدم وابستگی به درآمدهای نفتی یا موضوع دیگه‌ای در سرش داره؟ We really have a great friendship, a great relationship, and I think we'll probably only get better. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. از همراهی شما سپاسگزارم. اگر این محتوا رو دوست داشتید لطفاً اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی آینده، بدرود.